پیشبینی گردیده این مبلغ نسبت سال 2020 90 از 10.9% زیاد می باشد. رئیس ناحیه روشن فراخ دادخدایف تاکید نمود که افزایش حجم بودجه ناحیه برای سال 2021 به اندازه 14.1% پیش بینی گردیدند. تاکید گردید که بودجه ناحیه باید سال روان از حساب درآمدهای خودی زیاد کرده شود. وابسته به مسئله غنی گرداندن خزینه ناحیه از جانب وکیلان مردمی پیشنهادات منظور گردانیده شدند. معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان نظیره امیربکزاده با در نظر داشت وضع به عمل آمده بر اثر پنجشنبه کسری سرعتی کووید 19 در مقیاس جهان و تاثیر آن به اقتصادیات ممالک پرقدرت جهانی و تاجیکستان همچون عضو جداناپذیر جامعه جهانی ابراز نظر کرده قید نمود که باید تمام منبع‌های اندازسپاری مورد توجه کارمندان مربوطه قرار داده شده از این حساب به بودجه محلی مبلغ معین وارد کرده شود. وابسته به مسئله دوم اجلاسی مدیر شعبه ناظرات انداز ناحیه روشن احمدبکوف اصابات منظور نموده عاید معیارهای انداز از واسطه‌های نقلیات از مال و ملک غیر منقول از جمله انداز زمین معیار انداز از نقطه‌های بازی‌ها که از مبلغ گذاری وابستگی دارند ابراز نظر کرد. وابسته به مسائل حفظ اجتماعی، فرهنگ، معارف و علم، تندرستی، کار با جوانان و زنان و رسم و آیین، رئیس کمیسیای دائمی مجلس وکیلان خلق ناحیه لیلا چهارشنبه‌زاده معلومات منظور نموده قید داشت که سال روان در سمت تندرستی با پنجشنبه بیماری کووید 19 کارهای بهداشتی گذرانیده شدند. در ساحه فرهنگ نیز آزمون‌های جالب دایر گردیده آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانایی کتاب است از زمره چنین چهاربینی‌ها میباشند. همچنین برای سال 2021 در ساحه فرهنگ، تندرستی، معارف و علم و دیگر ساحه‌های ضروری نقشه چهاربینی‌ها پیشنهاد شدند. وابسته به مسئله مذکور از جانب وکیلان پیشنهادات و تکلیفات پیشکش گردیده بابت به تعمیر بنگاه‌های طبی در منطقه‌های دوردست دهات، یادگاری‌های تاریخی، تشکیل آثارخانه تاریخی در مرکز ناحیه، تامین مؤسسه‌های تعلیمی با کامپیوترها، تشکیل باغچه‌ها، تامینات با قوه برق مؤسسه‌های لازمی، فکر و عقیده‌ها پیشکش گردیدند. رئیس ناحیه روشن بابت این مشکل‌ها تاکید نمود که از جانب رئیسان جماعت‌های دهات کارهای آبادانی به نقشه گرفته شده در همدستی با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه روشن عملی گردند. همچنین وابسته به تامین متخصصان جوان با جای کار دائمی و دستگیری یتیمان و عائله‌های کم‌بضاعت از جانب رئیس ناحیه تاکیدات مخصوص روانه گردید. در رفت اجلاسیه قرارهای رئیس ناحیه که بین اجلاسیه‌های سوم و چهارم دعوت ششم مجلس وکیلان خلق ناحیه قبول شدند تصدیق گردیده مدیر بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه روشن فریدون چهارشنبه انتخاب شده، مدیر بخش زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه روشن مرضیه نظرخدایو تعیین کرده شد. رئیس ناحیه روشن فراخ دادخدایو انتخاب کنندگان را با این وظیفه‌های پرمسئولشان تبریک نموده برای فعالیت من بعد موفقیت را تمنا نمود. نظیر امیربکزاده معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ذکر نمود که با در نظر داشت خروج بیماری سرطانی نوی کووید 19 مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت توانست در این دوره دشوار کارهای نظررس را انجام دهد. بهر پس نمودن سطح کمبضاعتی از جانب حکومت مملکت استراتژی کاهشیابی سطح کمبضاعتی قبول شده پیوسته در این سمت تدبیرهای ضروری راه اندازی کرده شدند. ذکر داشت که نقش بانوان در پیشبرد سیاست مهم دانسته شده از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته دستگیری می‌گردند. از این رو بانوان ناحیه روشن نیز در سمت سالمگردانی جامعه نقش مؤثر دارند. معاون رئیس ولایت نظیر امیربکزاده همچنین بابت برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی، کامپیوترکنانی مؤسسه‌های تعلیمی، تامین طرز حیات سالم، جلب جوانان به ورزش پیشنهادات و سفارشات مخصوص روانه نمود.